هلو بچه ها، امروز میخوام برم چاری مارکت یه سری از قیمت ها و اینا رو براتون بذارم. اینجا فروشگاه های مختلف زیاد داره و ما الان یکیشو میخوایم بریم. قیمتاش به نسبت به مارکت های دیگه واسه خوبه، بد نیست. بریم با هم دیگه قیمتاشون رو ببینیم. و چی؟ میوه های تازه، قسمت پره‌باره که آخ این گوجه گیلاسی ها خیلی خوشمزن. گوجه گیلاسی های ترش فهمیدم. خب این قسمت یخچالی هاش، یعنی یخچالی هایی که اونقدر نمیخواد چی گفتم؟ یخچالی هایی که اونقدر نمیخواد. بله ایشون هم کارنن اومده خرید کنه امروز. اینا روشون هم می‌نویسه که مثلا حلاله، گوشتش حلاله، یعنی گوشت خوک و اینا مثلا نیست. ها اینا مال هندیه، یعنی اینکه برای شترمرغه این رنگی ها. اینا هم که فستقیه، یعنی اینکه از اینا داره پسته. اینا به نظرم خوشمزه تره. آره اینا الان قیمتش چقدره؟ یه دونه اینا آها هندی فومه 15.95، یعنی 16 لیره. اونی که با مدل دیگه است، مدل دیگه هم 17 لیره. کارن چی برداشته؟ nedir bunlar? Yerine süte با çikolata, yine süte با çikolata, kakao, yerine şire gav. شیر گاو. بلت هست 4 تایش 49 لیره، 50 لیره. این هم مایه چیکفته است. چیکفته چیه؟ اینه یه چیز خام، چیزه بلغوره که میپزنش میکوبنش لای نونه لواش میذارن با کاهو مثل غذای حاضری خودمونه، مثلا کالباس و اینا که ما می‌خوریم. اینا هم که آیرانه، یعنی دوغه 9 8 7. Yusuf düşündüğüm şey mi? Alalım mı? Ne? Şimdi alalım mı? Çünkü bunu ben yiyeceğim de içinde ne vardığını. Ne var? Dur. Ben şimdi onu koyacağım. Evde açarız. آها یه چیز جدیدی که دیدم اینجا دوغ پروبیوتیکه که مثلا مزه‌های مختلف داره. این الان با زردچوبه و هویج و ماندالینا چیه؟ نارنگی. دوغ با طعمای مختلفه. این با سیبه، این با موزه، این با این چیزاست، بلوبری و همشون دوغن دیگه. این چقدر دوغای مختلفی داره اینجا. پنیره یه دونه سبزه که اینا رو برای خودش میگیره. توی پنیره یه دونه پیتزا. من توضیح بدم.
خب دستتون نمیرسه. بذار خاله بچه اینجا رو نگاه کنید چقدر پنیر. پنیرهای مختلف، اینا پنیرهای کاشارن، پنیر پیتزا. خیلی خوب. آی بهار این چیز است که کش میاد تو صبحونه میذارن. مایه آماده شه. خیلی خوشمزه است این. اینو آب میکنن دیگه. اینو توی یه چیز مایتابه داغ میریزن آبش میکنن اینجوری. مال ترابزونه در واقع 125 لیره. اینجا اول از پنیرای پنیر گودا رنده شده است 89 لیره. اینم رنده شده پنیر پیتزا 79 لیره. اینم گرماش کمتره. بعد بزرگترش هم اینجاست. مثلا همون پنیر کاشاره اینجوریش هست 110. مامان با لپتاپ یه چیز خیلی خوشمزه. لپتاپ این پنیر رو تیکه تیکش میکنین، سرخش میکنین کنار سوسیس اینا 97 لیره. چقدر هم گرون شده. اینا قبلا 30 لیره. همون پنیر چشمیان یه مدل دیگه‌ش هم داره 150 لیره. یه دونه زنبوره با پنیر گودا هم داره. کاشار ورقه‌ای که برای توست و اینا استفاده می‌کنن 25 لیر. اینا هم پنیر کپکه. کپک هست تو ایران؟ نه. اینا پنیرای کپک زده است. خیلی طرفدار داره. اونا معمولا می‌کنن 120 لیر. نوشیدنی معروف داره ترکیه. با اون می‌کنن. بس که ریش ریشیه. تقریبا همه پنیراشون هم یه مزه میده. اینم بطرم چیه؟ هم نداره. این هم پنیر گاوی. توضیح بده. اینم پنیر گاویه که پنیره بدون فرشاد. قیمتش چقدره؟ 43 لیره. جار 15 43. 43 پنیر دیگه هم هست اینا. اینم با طعم زیتون سیاهه. اینم خیلی خوشمزه است 34 لیره. اینم پنیر سوچه کارشی یعنی که اینجا 20 دلاره بدونه نمیدونم چیه. اینا تونه 16 لیره خیلی ها. من خیلی دوستشون دارم. اصلا شون از این تر ولی خوشمزه تره به نظرم. منم میخواستم قسمت چاییاشه. دیدم خیلی خوشم. بابونه داره چقدرم تمیزه. اگه بابونه خواستین اینجا میتونید بگیرید. لازم نیست از ایران بیارین. این چیه؟ این هم باز مدل چای دیگه فرم چای برای سلامتی و اینا. شیفالیکو. این برای سرماخوردگیه. اینو با لیمو و سیب و اینجور چیزا قاطی میکنن میخورن برای سرماخوردگی. اینم چای سبزشه. چای سبز کیلویشه 57 تا. یه مدل چای سبز دیگه هم داره 31 yeşil çay. کیش چای. این چای زمستونه. اینم خیلی برای چیز خوبه. سرماخوردگی و خیلی بدن گرم میکنه. چایش اینم که تو برای من میگیری. اینم برای سرماخوردگیه. این همه چی داره داخلش دیگه. همین بابونه و این چیزا رو قرار من چایشو نشون دادم. این خود گیاهشه دیگه. این خیلی بهتره تا اون چای آمادهش. شکر قهوه‌ای 54 لیر. اینم قندشه. شکر سفید و قند سفیدم هست 38 لیر. بچه این سس‌ها واسه صبحونه است. اینجا با صبحونه پنیر و نون میخورن. سس خوشمزه یه بد نیست. 28 لیر.
38 لیر ولی تندشه. گره بادام زمینی و کاکائو و اینجور چیزا. این مارک خوشمزه است. کاکائو صبحانه 39 لیر قیمتش هم الان توی حراج این گریم لیفیته. بچه استانبول خیلی نونای مختلف داره، هم نون مختلف داره هم پنیر. اینا که نونای ساندویچی هن که توی حالا مکدونالد و اینا هم ازش استفاده میشه. 42 لیر. نون توست 45 لیر. توست سفید 40 لیر. 60 لیر. این نونا هم که رژیمی هن 65 لیر که پکلی اکمک بهشون میگن. مدلای مختلف دیگه. این هم مثلا این توست خشکاست 30 لیر. بچه اینا قبلا 3 لیر بود الان شده 30 لیر. آها یه مدل نون دیگه دارن، نونای لواشه که ببین اینطوریه، یه خورده خامی دارن. اینا رو برای دوروم و اینا مثلا لقمه هایی که میگیرن، دونر کباب و اینا رو که درست میکنن لای اینا میپیچن، یه مقدار تفتش میدن که از حالت خامیش بیاد بیرون. نونای ساندویچی اگر خواستین 32 لیر. نونای همبرگر تازه خوشمزه 32 لیر. بچه این نونا هم من تا حالا خودم استفاده نکردم ولی احساس میکنم که خیلی خمیر داره. 39 لیره ولی خب پرطرفداره دیگه، اینجا خیلی میخرن. و دیگه این قسمت عسل و مربا و عسل از 122 لیر 64.99 داره. یه دونه عسل فادان تایفایج بال داره که اینا بذاریم که اینجا. تو مگه بال میخوری؟ آره من بال دوست دارم. اوکی. رافادان تایفا. بال رافادان تایفا برداشت. بچه مربای آلبالو 49 لیر. مربای انجیر 49 لیر. آلبالو 54. توت فرنگی 49. شیره خرما 69 لیر. شیره انگور. ارده 152 لیر و 84 لیر. مدل‌های دیگه هم داره شیره و ارده. خب اینا سوجوکه کیلویی 610 لیره که مثل سوسیس سرخ میکنن یا کبابی میخورن دیگه. گوشتای مختلف، گوشت گوسفندی، اینجا حتی مزه دارم میکنن، توی مزه دار بگیرین. این گوشتای مزه دارش، گوشتای همبرگر. اینا هم استیک های مزه دار شده است. شیش لیکا شدن کیلویی 1194 لیر. بچه اینجا هم مرغای مزه دار شده است آماده، کیلویی 177 لیر. 189 لیر. همشون بسته بندی شده. خب بچه رسیدیم به قسمت برنجا. این برنج ترکیه 130 لیر ولی برنجی که به برنج ما شباهت داشته باشه ولی خب مزه برنج ایرانی رو نمیده. نه شکلش تقریبا مثل برنج خودمونه، قد میکشه، رشد میکنه. اینا 30 لیر قیمتش. بچه اینم بلغوره که خیلی اینجا استفاده میکنن. بلغور کنار غذاشون مرغ گوشتش درست میکنن با بلغور. اینم بلغوریه که رشته هست 39 لیر.
اینم که مرجیمک بهش میگن 59 لی. باهاش سوپ درست میکنن مثل به همون یه خورشتی توی ایران داشتیم که با یادم رفت اسمشو. مثلا اینجا این چقدر الان گرمه؟ 122 گرم پسته 110 لیره. این چند گرمه؟ 135 گرم بادام 81 لیر. کافه رو به هم ریختم. بادام هندی چقدر وزنش؟ 140 گرم 64 لیر. روغن زیتون 109 لیر 170 لیر. روغن معمولی 67 59 54. اینم الان آف خورده 46 لیر. بچه دستمال از این دستمالای تکی 60 لیره 59 لیر. دستمالای رولی 42 لیر. رولی بزرگترش هم هست 70 لیر. مسواک خمیر دندون قیمت‌های مختلف داره خمیر دندون. صابونشه بچه ها. این صابون شیر و خره. بعد برای صورت خیلی خوبه، یعنی وقتی که استفاده میکنین خیلی صورت شفاف و نرم میکنه. هم عطاریا دارن هم حالا فروشگاه های دیگه شون دارن. خیلی خوبه، بگیرید. صابونه داو 31 لیر. مایه دستشویی، مواد شوینده، بچه یه سری از محصولا مثلا الان مارک خود چاریه، واسه همین فروشگاهه قیمتش نسبت به حالا محصولات دیگه پایین تره و کیفیت خوبی هم دارن. وایتکس 37 لیر. اینم که برای لباسه، مایه لباسه. تایید ماشین لباسشویی از 28 لیر داره به بالا. کننده لباس از 120 لیر. کرم دست و صورت و اسپره و مام و همه چی داره اینجا این فروشگاه. به نظرم بهتر اینجور چیزای بهداشتی از اصلا گراتیس و واتسون اینا بگیرین، قیمتش بهتره. ما هم دیگه بریم خریدامون حساب کنیم. کارم بار کرده اینجا رو، بریم حساب کنیم. تو دستمالم برداشتی؟ آره 130. بچه ما خریدمونه کردیم. بله.
داریم برمیگردیم. قصد خریدم نداشتیم، هیچی نمیخواستیم، فقط برای فیلم گرفتن رفته بودیم. ولی شما چند خرید کردی؟ 700. من چند خرید کردم؟ 600. بعد چی میخواستیم؟ هیچی. چی میگی تو؟ $22 دیگه، راست میگی. $22 خرید کرد، میشه 600. آره بای به دلار هیچی نمیشه. دلار واقعا هیچی نمیشه. آره به 14. مارکت های دیگه مثلا میگروس، کارفور. ببین من خیلی وقتی که چاری نیومده بودم، خب خیلی قیمتاش خوبه، حتی نسبت به شوک که یه مارکت دولتیه این به نظرم قیمتاش بهتر و خیلی تنوع جنسش بالا بود. خیلی هر چیزی من کارتش هم گرفتم که کارتشو داشته باشی بعداً تخفیفات بیشتری مثلا شامل حالت میشه، کارتای فروشگاه ها رو که داشته باشی. بعد اینجا مثلا کارتای چیزو داشته باشی، فروشگاه های مختلف رو داشته باشی، پیجای اینستاگراماشون هم داشته باشی، چون مثلا میبینی که یه دفعه یه مارکت مثلا آیوزبیر یه حراج خوبی مثلا پروتئینیاش میزنه، یکی روی مثلا چه میدونم شوک مثلا دستمال کاغذی میزنه، یکی رو روغن میزنه. همه رو داشته باشی، حواست باشه، میتونی خریدای چیز بکنی، مناسب بکنی در طول ماه. با تشکر از شما. گودبای. بچه ها اگر از این ویدیو خوشتون اومد، دوست داشتید این سبک ویدیو رو کامنت بذارید که از مارکت های دیگه هم بریم براتون فیلم برداری کنیم. بعد قسمت پایین کامنت بذارید، لایک کنید، سابسکرایب کنید. همین چیزی بگو. اینجا هم قبرستونه بچه‌ها. آره راست میگه. بچه‌ها اینجا یه مزار خیلی بزرگه. خاکی بای بای کن. خدافظ. تا ویدیو بعدی. خدافظ.